الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آخری درس از درس‌های عقیده هستیم که بخیر یا آخری عنوان است. امروز خلاص کنیم بخیر و درس‌های عقیده ما خلاص میشه، تکمیل میشه الحمدلله. اگرچه در عقیده بعض موضوعات دیگه هم است، بازو دیگه میشه که سرش جدایی بحث شده. خودم کتاب که هستم اینقدر برای یک مسلمان که ضرور است بفهمه. موضوعی که امروز ما و شما موضوع شناخت بدعت هاست یا بدعت است. بدعت اکثرا بدعت یکی از موضوعات بسیار جنجال برانگیز است در بین مسلمان ها، خصوصا در بین افغانستان. بعضی اوقات در قسمت بدعت ها زیاد افراط میشه و بعضی اوقات تفریط میشه، ولی آدم وقتی میتونه که راه درست بگیره و دیگرها را هم زود ملامت نکنه، وقتی که دلایل علمای مختلفه در این راستا آدم بفهمه. وقتی آدم دلایل فهمید بازم خودش راحت میباشه و هم دیگرها راحت میباشه. اکثرا جنجال که میشه توسط کسایی میشه که اونا مطالعه ندارن یا وقت نمیتن و زیادتر دلایل عقلی میگن. اکثرا در تاریخ اسلام که شما مطالعه بکنید بسیار مشکلی که پیدا شد در بین مسلمان ها، زمانی پیدا شد که دایره اسلام وقتی که وسیع شد، مردم از فارس و از روم و از مناطق مختلف مسلمان شدن. این کسایی که مسلمان شدن در کشورهای دیگه فلسفه و منطقی یا پا رواج داشت. فلسفه امیال هم مثلا در بعض مدارس ما شما منطق ارسطو را امیال هم میخوانند. امیال هم مثلا پسی کتابای از اونا که است در بین مسلمان ها منتشر شد. فرق بین منهج اسلامی و بین منهج فلاسفه دمی است که در اسلام که است از مقام هر چیز معلوم است. مثلا حس است، باز عقل است، باز وحی است. اینال حس پایان است مقامش، عقل بلندتر است و وحی باز در رأس است. پس یک مسلمان مثلا حس هم داره، عقل هم داره و وحی هم در مقابلش است. اینال علم هم هست، علوم ساینسی و تکنولوژی. اینال من ایست یک مسلمان چی مکلفیت دارم؟ بسیاری از آیات و احادیث است که ما حکمت‌های از او از نگاه عقلی نمیفهمم و یا هم از نگاه مثلا علمی برای من ثابت نشده، لکن با گذشت زمان ثابت میشه. تا روز قیامت روز به روز علم در انکشاف است، ثابت شده میره. مثلا یک وقتی که رسول الله صلی الله علیه و به معراج رفت، کسایی که مسلمان بودن گفتن خلاص وقتی که پیغمبر است و گفت که من به معراج رفتم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وقتی که گفت که من به مسجد اقصی رفتم و پس آمدم، چون اون وقت همی وسایل تکنولوژی امروزه نبود، کسایی که بیدین بودن گفتن که هیچ امکان نداره که پیغمبر به معراج رفته باشه یا از اینجا بره در بیت المقدس. خب بسیار مشکل است. نه، اما مسلمان های دیگه قبول کردن. ولی امروز علم بر ما و شما نشان میده که از یک مملکت تا مملکت دیگه رفته انسان ها تا تانستان وسایل بسازن که به بسیار سادگی از یک مملکت و مملکت دیگه برن. مثلا بسیاری وقت آدم نماز صبح در مسجد کابل میخوانه، نماز شام در مکه مکرمه میخوانی. یعنی مسلمان شاید از این که وسایل پیشرفته تر پیدا شود که نماز صبح در کابل بخوانی، اشراق در مکه مکرمه بخوانی. یعنی از دیگه ساینس و تکنولوژی گپ چی نیست. اما وقت مردم میره چی نمیکردن، گپ نمیفهمیدن و کسایی که عقیده داشتن قبول کردن. کسایی که زیاد
فلسفه میگفتن، بسیاریشان در سر از این مسئله کافر شدن که چرا گپ درست نیست، چطور است. این حال وقت فلاسفه در بین مسلمان ها فلسفه آمد، منهج فلسفه با منهج اسلامی یک تفاوت داره. در فلسفه که است، یک تعداد فلاسفه عقلگرا هستن، یک تعداد علمگرا هستن، یک تعداد مادهگرا یا حسگرا هستن. این حال فلاسفه عقلگرا اونا میگه که هر چیزی که تحت معیار عقلی ما آمد ما اون رو میپذیریم. آن چیزی که عقل ما رو نتونست درک بکنه ما رو نمیپذیریم. این حال این که در معقولات درست است، چیزایی که معقول است، اما در غیبیات باز عقل کار نمیکنه. عذاب قبر بر یک نفر چطور ثابت میکنی؟ نه از نگاه حسی ثابت کرده میتونی، نه از نگاه عقلی ثابت کرده میتونی. اما وقتی که وحی برات میگه که بله عذاب قبر وجود داره، چون عقیده داری قبولش میکنی. یا ملائکه را چطور ثابت میکنی، یا جنت یا دوزخ یا مثلا صفات الله را. این حال همین مشکل پیدا شد که وقتی اونا فلاسفه عقلگرا عقل خود در هر چیز و یک تعداد از علمای مسلمان هم آمدن همین دلایل عقلی را برسیدن به حق سند گرفتن. پس وقتی آیت قرآن و یا حدیثی آمد که عقل از اون رو درک کرده نمیتونه، صحابه تابعین و تابع تابعین منهجشان معلوم بود. وقتی که مسائل غیبیات شد آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. الله ید داره، بلی ید داره، اما چه قسم از ید الله اونا میفهمیدن که مربوط به غیب است، بناهن ما او رو تشبیه نمیکنن با دست خود و انکارش هم نمیکنن به خاطر آیات قرآن آمده. حالا کسایی که آمدن فلسفه رو شروع کرده که نه والده تو مشکل پیدا میشه تو پیدا میشه، پس آمدن مطابق دلایل عقلی خود آیات تفسیر کردن. به می خاطر است که چی پیدا شد؟ امو فرقه های اعتقادی مختلف، قدریه، جبریه، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، مثلا نواصب، خوارج، مثلا رنگ و رنگ فرقه ها پیدا شدن و هر چیز را میخواستن با مطابق امو معیارهای فلسفی عقلانی پیش ببرن. ما مسلمان ها منهج ما با اونا فرق میکنه. ما در منهج خود در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم، در تجربیات از ساینس استفاده میکنیم، در غیبیات از وحی استفاده میکنیم، در تصدیقیات از قلب استفاده میکنیم. پس 5 چیز است. این منهج فلسفی اسلامی است. بعضی کسان میگه در اسلام فلسفه وجود نداره. فلسفه به او منطقی که فلاسفه یونان اغریق میگن به او منطق وجود نداره، اما اسلام فلسفه خاص خود داره. چون در اسلام آیات قرآن است که میگه در محسوسات از چی استفاده کنین؟ از حس استفاده کنین. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا به طرف شتر سیل نمیکنی؟ برو پیش یک متخصص وترنری تشریح کنه برات. الی السماء کیف رفعت. چرا به طرف آسمان از حست استفاده نمیکنی، از علمت استفاده نمیکنی، از ساینس استفاده نمیکنی، از تکنولوژی استفاده نمیکنی؟ و الی الجبال کیف نصبت. کوه‌ها زمین شناسی برو سایکو تصاویره که قرآن میگه چه قسم الله رو نصب کرده، کلمه اوتادار سرش تحقیق بکن. این حاله خب بحث ما سر از اون است. بحث سر از این است که در مسائل بدعت هم عین مشکل پیدا شد که وقتی بعضی کسا دلایل عقلی خود میگه، درست است بسیاری مسائل است که عقل ما یک چیز را میگه، اما ما به این باور دارم که عقل ما ناقص است. عقل ما ناقص است. حالا یک کس را بگی که عقل تو ناقص است، تو ناقص العقل هستی، قار میشه. اما ما عقل ما ناقص است. چرا ناقص است؟ که عقل ما همه چیز درک کرده نمیتونه.
خصوصا در مسائل غیبیات در معقولات عقل ما کار میکنه، اما در مسائل غیبیات عقل ما ناقص است، چون از او که در رتبه چی است؟ پایین است. در اونجا عقل اصلا برات جواب میده. شما ببینید مثلا در خانه 24 ساعت بعضی کسا هم روزانه اگه عمل میکنه لکن قبول نمیکنه. همین خانه‌تون که دروازه تق تق میشه، حسام داری عقلم داری؟ چرا تو که طراحی میکنی بچه که 6 ساله 5 ساله 10 ساله تن برو پشت دروازه کی است؟ خودت اعتراف میکنی که عقلت ناقص است، پشت دروازه رو نمیفهمه. اگر میفهمه عقلت، پس چرا پشت دروازه که کی است تق تق میکنه چرا خودت نمیفهمی؟ پس تو تسلیم شدی به یک اشتوکه که خورد، او پس پرسانش میگه کی بود؟ میگه همسایه بود. اما اگر تو به عقل خود تخمین بزنی، بسیاری وقتا فکر میکنی فلانی نفر باشه، پس وقتی که میبینی که اون نفر نیست، پس عقلت ناقص شد، نتونست. او اشتوکه که تسلیم شدی، آل بر اشتوک تسلیم میشی، به پیغمبر تسلیم نمیشی. در پشت دروازه این خانه دنیا که کوچک است، پشت از دروازه ازی تق 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 شد، به اشتوک تسلیم شدی. این دنیا که است خانه بزرگتر است، دیام تق تق است، صدا هست نیست؟ پس ایناله کی برات خبر میده؟ پیغمبر خبر میده. از دل خود خبر میده؟ نه، وحی بالایش میاد، باز با وحی تسلیم نمیشه. یعنی امی انسان خودش امو زندگی معقول خدا عاقل میگیره. از یگان وقت بعضی کسا خدا عاقل میگیره اما عقل خدا در کار نمیپرده، در حال که هر روز به یک چیز تسلیم است، لکن باز وقتی گپ شد باز میگه نه، این درستی قبول ندارم. این حال وقت در مسائل بدعت میم بسیاری دوستای ما استدلال عقلی میکنن، در حالی که فرق از بین علم و بین فقه. علما بین علم و بین فقه فرق میگذارن. میگه علمی است که مثلا موبایل وجود نداشت، یک کس آمد تحقیق کرد از یک چیزی که وجود نداشت یک چیزی که نبیره ساخت، این را علم میگن. اما عقل چی را میگن؟ فقه چی را میگن؟ فقه این را میگه که پیشروی تو قرآن است، پیشروی تو سنت است، تو زحمتت در فهم ازی به کار میبری، چیز نو نمیری، زحمت میکشی تا که امی آیات قرآن بفهمی که چی میگه، امی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله بفهمی که این چه قسم تشریح میکنه. این فقه میگه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. یعنی الله که برای کس خیر میخواه او را امی استعداد میده، امی ایمان برش میده. استعداد کلگی داره، متوجه هستین؟ استعداد برای کل ما الله داده، اما وقتی که اراده خیر برای یک نفر میکنه الله او را چی میکنه؟ ایمانی را میده که او در قرآن و سنت زحمت میکشه، در فهم قرآن و فهم سنت. بعضی کساس قرآن و سنت در طاق بلند میمانه، تمام روز از چی گپ میزنه؟ از عقل گپ میزنه. اگر از نگاه عقل و از نگاه شاعرها و فلاسفه و مناطقه و منطقی ها یا میتونستن که وجود و وحدانیت و صفات الله را برای ما درست معرفی بکنن، پس چرا پیغمبر آمدن؟ چون قبل از پیغمبر ما ارسطو، سقراط، فلاسفه یونان، فلاسفه غریق، فلاسفه هند، فلاسفه چین زیاد بودن، اما اونا نمیتونستن که چی کنن؟ اضافه از آنچه که عقلشان میگن گپ بزنن، خودشان غرق بودن. یک نفر خودش غرق است که میتونه غریق دیگر چی کنه؟ نجات بده. صاحب دلی به مدرسه آمد، سعدی رحمت الله میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را. یک نفر در خانقاه بود، ذکر میکرد، تسبیح میکرد تمام روز. دیگر روز دیدن که آمد قرار در حلقه درسای عقیده شیشتن. پرسانش گفتم میان عالم و عابد چی فرق بود؟
تا اختیار کردی از آن این فریق را. اینجا در حلقه درس عالم است، در حلقه خانقاه عابد است، عبادت میکنه. میگه پرسیدنشون بین از او بین از چی بود؟ یا عالم است و عابد است. گفت آن گلیم خیش بدر میبرد ز موج. او دقم از امیست که گلمک خوده روز 1000 دفعه سبحان الله میگه، 1000 دفعه الحمدلله میگه، 1000 دفعه لا اله الا الله میگه، میخواه که خودش چی کنه؟ نجات بده. وین سعی میکند که رهانت غریق را. ای که هست یا عالم چی میکنه؟ میگه من باید تو غرق باشید. دست میپرده کسایی که غرق شده یاره چی کنه؟ از این خاطر از تمام حلقات درس است. اما از چی است؟ پردگاه که در سر خود انداخته، این 1000 تسبیح کرده خلطه امروز یک برجی تسبیح، یک برجی ذکر، یک برجی نماز، یک برجی فلانی. صحابه رسول الله صلی الله علیه و عالم بودن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و چی بودن؟ چرا امام بخاری صاحب میگه که باب علم قبل القول والعمل. یک باب از صحیح بخاری، اول علم داشته باش، بعد از او گپ بزن و عمل بکن. چرا که علم نداشته باشی تو خرابی میکنی. اینال صحابه علم داشتن، میفهمیدن که اگر ما یکی عمل است، انسان یک عمل میکنه، دمازر 1 لک فایده میکنه. یک نفر دیگه هوشیار است میگه نه من 1 لک 1 روز خوش ندارم، میخوایم که 1 لک همه روزه بعد از مرگم تا روز قیامت اکاونت ما چی باشه؟ باز باشه. از این خاطر صحابه نمازهایی که 1 لک ثواب داشت در مکه او رو ترک کردن، آمدن در افغانستان چی شدن؟ شهید شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینال هر کدام ما شما که 1 مرتبه لا اله الا الله میگیم، 1 کاپی از او پر ما میره، 1 کاپی دیگه از راسن به کی میره؟ به او صحابه میره. پس عمل از اونا آل عثمان رضی الله تعالی عنه 30 میلیون انسان در افغانستان اگر مسلمان باشه، واقعی یک 5 میلیون صحیح مسلمان باشه، از همین 5 میلیون چی میشه؟ کاپی های عبادت از اونا بر از او هم میرسه. چرا؟ الدال علی الخیر کفاعله. او کسی که دلالت به خیر میکنه مثل که خودشی کار کرده باشه. وقتی که خودت یک بینماز نمازخوان میسازی، هیچ نه؟ بعضی کسا از نمازیت سیستم همینجا ذکر میکنیم، عبادت میکنیم، به من چی که شار چی گپ است. اما وقتی شما یک بینماز نمازخوان میسازین، باز این نمازخوان که بینماز که نمازخوان ساختی به اساس زحمت تو تبلیغ کردی، الله هدایتش کرد. اینا تا روزی که نماز میخونه الله چی میکنه؟ بر از او اجرش میته کامل، لکن کاپی از این اجر چی میکنه؟ به دفتر اعمال تو هم جا به جا میکنه. یک نفر عقیده جور میشه، یک نفر نماز جور میشه، یک نفر عبادت جور میشه. از این خاطر بسیاری وقتا علما زیاد در غم جان خود نیست، سرگردان هستن. در حقیقت هوشیار از در غم جان خود است. تو فکر میکنی در غم جان خود نیست. این حالا 20 نفر در روز قیامت به سر تو شهادت بده، پروردگار عقیده ما خراب بود، این نفر آمد برای من یک دانه کلپ عقیده را داد، عقیده‌ام جور شد. پروردگار من نماز نمیخواندم، استاد فهیم آمد برای من یک کلپ نماز داد، بازم من نماز شروع کردم. پروردگار من مثلا صدقه نمیدادم، قاری طاهر برای تشویق کرد، امی صدقات در راه الله مصرف کردم. پروردگار این حال روز قیامت مردم های مختلف میه چی میکنن؟ شما را این حال اگر شهادت یکی از یار الله در مورد تو قبول بکنه جنتی هست. شهادت یک نفر از اگر قبول شود در مقادر در شد. اینی شد. خب به هر صورت اینال بدعت کسایی که
تحقیق نمیکنن این مشکلات دارن. اگر تحقیق بکنیم بدعت یکی بدعت لغوی هست، یکی بدعت اصطلاحی هست. هر چیز در زبان عربی که هست لغوی و اصطلاحی دارن. عرب ها در زبان خود استعمال میکنن. مثلا یک عرب پرسان کنی بگه که هل صلیت، آیا نماز خواندی و او دعا کرده باشه، از نگاه لغوی میگه نه صلیت، دعا کرده، چون صلات در لغت به معنای چی است؟ دعا هست. اما باز نماز اصطلاحی چی است که از نگاه شریعت است؟ که با ارکان مخصوصه و با احکام مخصوصه و با حرکت‌های مخصوصه و با نیت شروع میشه و با سلام ختم میشه. باز او وقت میگن صلیتو. متوجه شده؟ پس اگر یک نفر در زبان عربی این کلمه را استعمال میکنه باید ما بفهمیم که اینجا استخدام از لغوی هست و یا اصطلاحی هست. این حال بدعت در لغت نوآوری را میگن. هر نوآوری را در زبان عربی چی میگن؟ بدعت میگن. از این خاطر در قرآن یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی چی است؟ بدیع السماوات والارض، یعنی از نوآورنده چی؟ از نو خلق کننده آسمان ها و زمین. این حالا پس اینجا بدعت در زبان چی شد؟ نوآوری هست در لغت. بله این حال در لغت مثلا بدعت نوآوری در وسایل میگه. مثلا میگه که یک کسی یک تعمیر نو ساخته، شما میگه که نعمت البدعت هذه، بسیار بدعت خوبی کردی. فهمیدی؟ یعنی لغوی است. در زبان عربی میگه بسیار خوب بدعت کردی. یعنی چی معنا؟ نوآوری بسیار خوب کردی. مثل که ما و شما میگیم وقتی که مثلا میگه یک سنت فراموش شده، هیچ کس حقیقت نکرده. در افغانستان کلی شب و شش میکنه، یک دفعه شیخ میخیزه برای بچه خود چی میکنه؟ حقیقت میکنه. ما میریم بهش میگه اوه نعمت البدعت هذه. فهمیدی نه؟ چقدر خوب یک نوآوری کردی. در زبان عربی در فارسی چه خوب یک، در حالی که نوآوری از صفر نکردن. این رفته احادیث خوانده، یک حدیث فراموش شده است. یکی از نام بچه خود مانده ابو هریره. هیچ کس نام صحابی رو نمیمانه. حالا یک از نام دختر خود نام یک صحابی که فراموش کرده بود مانده. این حال این وقتی این نام میمانه برش میگه که نعمت البدعت هذه، شما بسیار خوب یک نوآوری کردید. پس این حال این معنای زیر نمیده که او بدعت، این بدعت لغوی در زبان استعمال میشه. از همین خاطر وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه، فهمیدین مردم فراموش چی کرده بودن؟ تراویح رو نمیخواندن، جماعت در اصل رسول الله به جماعت خوانده شد. باز به خاطر سر مردم فشار نبیه و سختی نبیه، رسول الله دیگه نبرامد گفت ما نمیخوایم که ستان فرض شود، چرا که دید که مساجد پر شده. مثل گل در افغانستان هم شده. در نماز تراویح کلگی می مسجد پر میشه، فرض ترک است، در نماز ها نمی. و رسول الله به خاطر از اینکه شما باید متوجه فرض ها باشین، فرض نیست. تراویح هست در خانم میخوانی. وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه دید که 5 نفر اونجا تراویح میخونن، 10 نفر اونجا میخونن، 15 نفر اونجا میخونن، پیک فهمیده چی کنه؟ یک جایی چون ما در اصل رسول الله صلی خواندیم، وقتی کلشان آمدن گفت که نعمت البدعت هذه، بسیار خوب. یک چی شد؟ یک ابتکار نوآوری شد. نه نوآوری که ایره اصلا تراویح وجود نداشت عمر رضی الله عنه را آورده باشه، بلکه تراویح وجود داشت و در سنت رسول الله بود و صحابه کلشان میفهمیدن، آمدن چیز کردن. در سیستم زندگی میتونید نوآوری کنید. در وسایل تکنولوژی مثلا درس سابق از کتاب میدادیم، حال از چی میدیم؟ از کامپیوتر میدیم. نعمت البدعت هذه از نگاه لغوی بسیار خوب بدعت است. یک کس بگه بدعت است، ولی از نگاه لغوی درست است. چرا؟ اما هدفی که تدریس است برآورده میشه. حالا ما میریم یک کتاب است، بعضی کتاب ها تفسیر که شما میخرین، میری پرسان میکنی این کتاب چند است، میگه 15000، یک کتاب دیگه از 20000، یک کتاب دیگه از 30000. کتابای کلام نه چندین جلد از 10 جلد 20 جلد 25 جلد. اینجا می مثلا کل از این یک سی دی یک است، میری 40 روپیه یک دونه سی دی میخری، 10000 جلد کتاب از بین خلاص. نه
و در خانه که همیشه ما در خانه که مادر اولادا جنجال میشه که کتابای تو جای بند کردم که کتابای تو چطور است فلان است. خب بریم کتابا رو توزیع کردم. هیچ کتابی نه، خلاص از خاطر که تو خوش باشی بی خودی هیچ کتاب در خانه نبود. خبر نداره که در بین کامپیوترم 16000 جز است که یکی اتاق کارش پر میشه. پس این هم یک نوآوری هست، اما این نوآوری چی هست؟ لغوی هست. پس مثلا ما صنف جور میکنیم، ما مثلا تعمیر جور میکنیم، ما صنف درسی جور میکنیم، ما مثلا اتاقای کلان جور میکنیم، ما پرزنتیشن جور میکنیم، ما از طریق پروژکتور درس میکنیم، یا کلشان از نگاه لغوی یک نوآوری هست و این حرام نیست. آنچه که مشکل داره او بدعت اصطلاحی است. او بدعت اصطلاحی را علما چی میگن؟ میگن چیز جدید بعد از تکمیل شدن دین نیست. حالا من نمیگم که اگر کسی که کامپیوتر درس میده این ثوابش زیاد هست، نگفتیم ثوابش زیاد هست، اما تو وقتی که یک چیز چی میکنی در دین داخل میکنی. مثلا دین در وقت رسول الله هم تکمیل شد که فالیوم اکملت لکم دینکم. چی مانا؟ امروز عقیدهتان جو تکمیل شد. عقیده تکمیل شد. عقیده اسلامی چی هست؟ پیغمبر کلش بیان کرد. عبادات کلش چی شد؟ تکمیل شد. پس ایناله یک کس میخیزه یک عبادت جدید در دین میاره که پیغمبر صلی الله علیه و آله نکرده. متوجه هستی؟ ایناله این چیز جدید در کجا داخل میکنه؟ نگفته هر چیزی که در خانه آوردی بدعت هست. این بدعت اصطلاحی نیست. آوردن یک چیز جدید در چی؟ در دین. ایناله یگان کسی که بگویی که اینی چرا این نماز 2 رکعت فرض صبح 4 رکعت ساختی؟ نماز صبح 2 رکعت پیغمبر تعیین کرده. بر تو 2 دلیل میگه. 4 رکعت خوب است یا 2 رکعت؟ نه 2 رکعت خوب است. او بدر این چی کفر میگه این مردم؟ 2 رکعت نماز خوب است یا 4 رکعت؟ یک نفر 2 رکعت میخوای؟ نه، چون پیغمبر ما 2 رکعت خوانده، تو اومدی 2 4 ساختی، همین صلاحیت ما تو نداره. فهمیدی نه؟ یا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم یک روز هم یک کس آمد بر من گفت فلانی شخص مرا وظیفه داده که روز 360 مرتبه سبحان الله بگویم. به اساس چی وظیفه را داده که روز 360 مرتبه سبحان الله بگویم؟ 340 مرتبه، 333 مرتبه. امی 333 مرتبه از کجا پیدا کردی؟ گفت به خاطر از اینکه مفتون پیغمبر ما گفته بعد از نماز صبح 33 مرتبه سبحان الله بگویم. صحیح نه؟ باز نماز پیغمبر چند تا رو گفته؟ 33 گفته. حالا 33 مرتبه بعد از نماز صبح بگو، 33 مرتبه بعد از فرض پیشین بگو، فرض دیگر بگو، 33 قسمی درست است. اما تو یک مرتبه میشه 333 مرتبه میگه. امیر از کجا کردی؟ او میگه او برادر امی 33 خوب است یا 333 خوب است؟ ما گفتم که به خاطر که قسمی قناعت نمیکنه. گفتم همین نماز صبح شما چند رکعت فرض میخونین؟ 2 رکعت. خیمه 10 رکعت امیر برای تعیین میکنم. نه تو یه حق نداری. من گفتم خیلی رهبر تو چه توی حق داره که 33 پیغمبره 333 بسازم. حالا دائما زیاد است. نماز بعد چیز است 8 رکعت آدم زیاد بخونه؟ چون مخالف طریقه پیغمبر است. پس اینمی 8 رکعت فرض نماز صبح خوب است یا بد؟ خوب است یا بد؟ تو نماز بد میگی؟ خلاف طریقه. این بعضی کسا میگه وقتی که من زیاد میکنم در زیاد دیوانه خوش است. فهمت یا نه؟ در زیاد دیوانه خوش است. آدم هوشیار خوش نداره. این گپ سر ازی است که بسیاری کسا وقتی که استدلال میکنن در بدعت ها گرفتار میشن، چون دلیل عقلی میگن عقل خدا در فهم نص که او فقه است استعمال نکرده. اگر عقل خدا در فهم نص که او فقه است استعمال کنه، فقه فی دین باشه، باز مشکلش رفع میشه. پس ایناله عبادت با 2 شرط قبول میشه که یکی اخلاص است و یکی مطابقت به طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اگر اخلاص نبود هر قدر نماز بخونی برو بخون، و اگر به طریقه رسول الله صلی الله علیه و نبود بازم باطل است. بناهن طریقه رسول الله صلی الله علیه و است که نماز صبح 2 رکعت فرض است. اگر کسی را 3 رکعت میسازن، 20 رکعت میسازن، 30 رکعت میسازن، ولو که او تعداد نماز زیاد میشه و زحمت ازی زیاد میشه، لکن امی عدد از او، امی زحمت ازی ضرب 0 میشه. این را بدعت بدعت نوآوری در دین است و این 2 قسم می باشد. یک قسمش بدعت است که او بدعت حقیقی هست و یکی بدعت اضافی هست. بدعت حقیقی بدعت است که اصلا وجود نداشته، یارده ایره در دین داخل کردن. مثل که نصرانی ها چی کردن؟ ایواز توحید تسلیس آوردن، گفتن 3 خداست. فهمیدین؟ یکی بدعت چی هست؟ اضافی هست. متوجه هست؟ اضافی چی هست؟ که در دین هست در او یک چیز اضافه کردن، مثل 2 رکعت 4 رکعت ساختن، 33 بار 333 بار ساختن. این چی هست که در او یگان چیز دیگر هم چی کردن؟ چسباندن. پس بدعت 2 قسم میباشه که بازی دیگر چیزایش انشاءالله در هفته آینده میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا